سلام رفقا، به چنل ادنان پیس خیلی خوش آمدید. امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگر، بازم پک اوپنینگ، این بار با یک کوین برای باکس لیگ MLS با بازیکنان سون، سرخیو بوسکتس، جوردی آلبا و توماس مولر. توماس مولر با اسکیل فنومینال فینیشینگ، جوردی آلبا با ایدین کروسینگ و سرخیو بوسکتس با فنومینال پاس، سون هم بلیتز کرلر و اکسلریشن بورتس. درست نمیتونم تلفظش کنم. باکس ستایی و با یکا کوین احتمال گرفتن هست. یه بار بوسکتس رو چک میکنیم همینطوری. 1 2 3 تا کنسل، 4 کنسل و یه 900 تایی داد. بله داد. مولر داد با اولین 900 تایی. مولر داد. بله مولر داد با 900 تایی. مولر رو 3 تا هایلایت. همونطوری که گفتم باکس 100 تایی و 4 تا بله اینم مشاهده میکنید. 200 کوینش مونده. مولر رو گرفتم از این زدی هم 2 کنسل میزنم. ای نامرد ها گلوری صدا اینم میداد خیلی خوب بشه. با یک کوین باکس رو جمع کردیم، فقط سونو نداد دیگه. همین سونو میخواستم و مولرم خیلی خوب بود. 4-5 تا هایلایت گرفتم، 4 هایلایت، یه دونه شو تایم. اینم یه پک اوپنینگ دیگر. بله پپه هم داریم. از این برم توتی، پلاتینی، رویسشکی. برای این میخواستم بزنم ولی این رویسشکی اون بعدن رایگان میشه، به خاطر اون ارزش ریسک نداشت و برای سون زدیم و توماس مولر رو از این باکس گرفتیم. خب رفقای گل، تا یه پک اوپنینگ دیگر، بدرود.